سلام دیگه به عشقای دلم. امروز اومدم با یه خبر بمب دیگه براتون که قرار پشماتون بریزه. طبق خبر رسمی سیزن جدید با شروع سیزن یک سیستم جدید واسه رنک مولتی ساخته میشه که این سیستم چجوریه؟ یعنی وقتی که تو به مستر یا گرند مستر برسی دو نوع رنک رو میتونی انتخاب کنی. رنک معمولی که همین رنک فعلی میری، اما دومی که فکر کنم اسمش رنک کامپتیتیو بود، یه رنگ جداگونه است. یعنی چه جوریه؟ یعنی یک سری گانا و یک سری سلاح‌های جزئی هست. یعنی دیگه مثلا احتمالش هست که دیگه جک 12 و بعضی از نایفا اینا کلا حذف شن که بازی عادلانه شه، ولی خب یکم سخت‌تر میشه. میگن انگار جواز بهتری هم داره، ولی احتمالش هم هست یه سیزن تاخیر بخوره به خاطر اینکه میخوان تست سروریناش انجام بدن. اگه باگ و اینا بخوره دیگه مجبور میشن تاخیرش بدن. اما مهم اینه این اخبار حتمی رسمی تایید شده. امیدوارم خوشتون اومده باشید. عشقای منی تا یه خبر دیگه بروز باشید.